بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بیننده های عزیز و گرامی برنامه قلب آسیا، ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی وصال حق. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستیم که بار دیگر برای ما فرصت عنایت نمود تا با یک دیگر از سلسله برنامه های قلب آسیا خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را در استودیو با خود دارم که در قدم نخست سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده ایشان را یک بار دیگر به برنامه خودشان خوش آمدید میگویم. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار استاد رحیمی عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های عزیز، البته مثل همیشه باز هم با یک موضوع جدید خدمت شما عزیزان هستیم. همه ما شما میدانیم که تا چند روز دیگر ماه مبارک رمضان فرا خواهد رسید. امروز البته 20 ماه شعبان بود. اگر ماه 29 باشه بعد از 9 روز و اگر ماه شعبان 30 باشه بعد از 10 روز رمضان مبارک آغاز خواهد شد. امیدوار هستم الله متعال همه ما شما را به ماه مبارک رمضان برساند و از فیوزات و برکات آن ماه مستفید بسازد. قصد داریم در این برنامه البته روی رمضان و همدردی در رمضان، همکاری و ایثار و فداکاری در ماه مبارک رمضان با فقرا، مساکین، همسایه ها و غیره انشاءالله روی این موضوع بحث داشته باشیم. جناب مولانا صاحب، در ابتدا اگر برای ما از فواید ماه مبارک رمضان بگویید که ماه مبارک رمضان یا روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از چی فواید برخوردار است؟ آیا رمضان فقط جنبه عبادتی دارد که انسان از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب گشنه و تشنه و گرسنه بماند، یا اینکه جنبه های دیگری هم دارد؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. پیشا پیش و قبل از حلول و یا رسیدن یا داخل شدن ماه مبارک رمضان، ما این ماه رحمت و مغفرت را برای همه امت اسلامی تبریک میگم. الله سبحانه و تعالی این چند روزی که به رمضان مانده، یا 10 روز یا کمتر از 10 روز، الله همه ما را به رمضان برساند و توفیق عبادت و بندگی را نصیب همه ما بگرداند. آمین. ارتباط به هدف رمضان یا هدف از گرسنگی که در رمضان انسان ها میکشند، طوری که اشاره کردیم، یا خلاصه رمضان رکنی از ارکان اسلامی هست. هدف از این روزه گرفتن و هدف از این گرسنگی و تشنگی و دور شدن از خواهشات و از اینها اهداف زیاد هست. فقط چون شما برنامه شما اختصاص دادیم و نام گذاشتیم که رمضان و همدردی، پس من میخوام ایر بگم که رمضان اهداف زیاده داره، یعنی اهداف والا و بالا، اهداف دنیوی و اخروی، اهداف سالم ماندن جسم و روح، اهداف خوشبختی دنیا و آخرت انسان ها.
میتونیم بگیم که اهداف مادی و معنوی. من به اهداف معنوی و فضائل رمضان اشاره نمی کنم، اگر در اخیر بحث فرصتی بود اشاره میکنیم و اگر فرصت نشد امیدواریم که به برنامه بعدی باز هم پیرامون رمضان و فضائل و معنویات رمضان صحبت بشن. خود هدف از رمضان، وقتی میگیم هدف مادی رمضان، اینه که رمضان میخواهد طعم گرسنگیر و طعم تشنگیر برای انسانهایی که 11 ماه هیچ گرسنه نشدن، یعنی نگذاشتن که گرسنه بشن و تشنه بشن. هر زمانی که اغنیا و اونهایی که صاحب ثروت و سرمایه و صاحب نعمت هستند، به مجردی که دلشان غذا خواست، اگر به خانه بودن غذا برای اینا آماده شد، اگر بیرون از خانه بودن از بالاخره از هتل و از جای دیگری برای اینا غذا آماده شد. هنگامی که تشنه شدن با اون آب سردی که در یخچال ها گذاشته هست استفاده کردن. رمضان میخواهد برای انسان هایی که همیشه در نعمت بودن به اونها بفهماند که در دنیا یک واژه به نام گرسنگی هم هست، یک واژه، یک لغت به نام تشنگی هم هست و انسان های از نسل آدم، برادران شما در روی زمین، کسانی هستند که اونها در دنیا خیلی از وقتها گرسنه هستند و خیلی از وقتها تشنه هستند و خیلی از وقتها سر بدون شام، به اصطلاح من و شما بدون غذا سر میگذارن و از خواب بیدار میشن گرسنه و میخوابن گرسنه. الله سبحانه و تعالی در ماه مبارک رمضان میخواهد که عده‌ای از انسانهایی که صاحب نعمت و نعمت به اونها رسیده اونها متوجه بسازه و تا اینکه اولا قدر نعمت در انسانها بفهمن. در رمضان انسان متوجه میشه که من هر روز آبهای سردر می نوشیدم و امروز آب نوشیدن نمیتوانم و به فرمان الله روزه گرفتم، چقدر تشنگی سخته. هر روز غذاهای لذیذ را استفاده می کردم در وقت گرسنگی، امروز به فرمان الله روزه گرفتم، غذا پیش من گذاشته ولی دست به غذا نمیزنم. این از فواید رمضانه که و از حکمتهای رمضانه که انسانهای اغنیار متوجه می سازه نسبت به مسئولیتی که در قبال فقرا و مستمندان و اینها دارن و موضوع دیگر اغنیار متوجه می سازه که شما قدر نعمت رو بدانید که این نعمت اکل و شرب، این نعمت استفاده از این لذایذ دنیا، از این همه خوراکه های لذیذ، اینها نعمت های پروردگار عالم هست. پس به هر حال نبی کریم صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان همیشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای مستمندان و برای فقرا همدردی داشتن، همکاری داشتن، توجه داشتن. در ماه مبارک رمضان بیشتر و بیشترتر. سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند که کان النبی صلی الله علیه و سلم اجود الناس بالخیر. نبی کریم صلی الله علیه و سلم سخاوتمندترین انسان، نبی کریم صلی الله علیه و سلم، همانند سخاوت رسول صلی الله علیه و سلم نه قبل از رسول صلی الله علیه و سلم کسی بوده و نه بعد از رسول صلی الله علیه و سلم اجود الناس آمده. سخیترین و سخاوتمندترین فرد در بین انسانها نبی کریم صلی الله علیه و سلم بودن. و کان اجود ما یکون فی رمضان. این سخاوتمندی نبی کریم صلی الله علیه و سلم همیشه بود، در رمضان بیشتر میشد. یعنی
وقتی ما میگیم سخاوت رسول صلی الله علیه و سلم بیشتر میشد، معنای اینه که توجه رسول صلی الله علیه و سلم همیشه به فقرا بود، همیشه به مستمندان بود، همیشه به بینوایان بود، همیشه به ایتام بود، همیشه به ایتام و بالاخره به بیوه زنها و برای اشخاصی که محتاج بودن بود. در رمضان توجه رسول صلی الله علیه و سلم برای فقرا و مستضعفین و مستمندان بیشتر و بیشترتر میشد. حتی در اخیر حدیث اشاره میشه که کان اجود بالخیر من الریح المرسله، یعنی سخاوتمندی نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک سخاوت مطلقه بود. یعنی سخاوت نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک سخاوتی بود که تشبیه در اینجا بیان شده به یک مثلا یک باد. وقتی باد میوزه، پنجره خانه هر کس که باز باشه او شمال به خانه هر انسان داخل میشه. سخاوت نبی کریم صلی الله علیه و سلم چنان سخاوتی بود که حتی در وقت بخشندگی نگاه نمی‌کردن که تنها این مسلمان باشه برای از او بخشندگی داشته باشن. سخاوت نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای مسلمان و برای غیر مسلمان، سخاوت نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای موسفیدان و برای اطفال، برای زنان و برای مردان. این سخاوت نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک سخاوت مطلقه و سخاوته. در این حدیثی که بخاری بیان میکنه، ابن عباس روایت میکنه، من میخوام فقط یکی دو سه نکته از این اشاره کنم که در این حدیث چی نهفته هست. اگر طولانی نشد انشالله باز میریم به سوال بعدی شما. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی گفته شد اجود الناس، اجود الناس یعنی سخاوتمندترین انسان ها، از این دانسته میشه که هر انسانی که میگه من امت محمد رسول صلی الله علیه و سلم، باید این صفت در وجود از او باشه، صفت سخاوتمندی. یعنی انسان مسلمان باید سخی باشه، انسان مسلمان باید سخاوت داشته باشه، چون خود منسوب میکنه، منسوب میشه من امت محمد رسول صلی الله علیه و سلم هستم، باید که سخاوتمندی داشته باشم. پس برای هر مسلمان لازم و ضروریه که این صفت داشته باشه، سخاوت، بخشندگی، جود و کرم و لطف و احسان از که از نبی کریم صلی الله علیه و سلم باید هر مسلمانی این صفت به ارث ببره. نکته دیگری که در این حدیث بیان میشه که جبرائیل علیه السلام می آمد در رمضان به نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرآن گوش میکرد و رسول صلی الله علیه و سلم قرآن رو به جبرائیل علیه السلام او چیزی که نازل شده بود عرضه میشد. اینه که جبرائیل می آمد در رمضان هر شب کنار رسول صلی الله علیه و سلم. یعنی در رمضان انسان باید بره به سراغ انسانهای صالح، انسانهای نیک، یا به تعبیر دیگر برون انسانها به جستجوی مکانهایی که در مساجدی که حلقات درس تفسیر هست، درس حدیث هست، چون در رمضانی تکرار میشد، جبرائیل هر شب می آمد. نکته دیگری که در این حدیث نهفته، شاید بعضی انسانها بگن که دیروز رفتم پیش فلان شخص عالم و انسان صالح، 6 ماه بعد باز میروم از او خبر میگیرم. کسی اگر میتواند هر روز دیداری از صالحین داشته باشه، دیداری از علمای ربانی داشته باشه، چون جبرائیل هر شب می آمد و همچنین در این شب که می آمد هر شب قرآن تکرار می شد. افضل الذکر، بهترین ذکر قرآن هست که از این حدیث دانسته میشه که انسان باید رجوع کنه به قرآن و مسائل علوم قرآنی. و همچنین نکته دیگر این که ارزش رمضان، ما فکر میکنیم که تنها فقط رمضان روزش هست، همین که روزه میگیریم، همین مبارک، این فضائل، این برکات، اینا همه در روز هست. جبرائیل در شب می آمد، قرآن تلاوت می شد. یعنی در این حدیث ما رو متوجه می سازه که متوجه باشید که فضائل شب رمضان بالاتر از فضائل روز رمضان هست. اگر بالاتر نباشه فضائل یا کمتر هم نیست. همانطوری که گفته شده من صام رمضان، همانطور گفته شده من قام رمضان.
پس به هر حال از این حدیث دانستیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سخاوتمندترین انسان بودن و برای فقرا و مستضعفین و بینوایان در ماه مبارک رمضان نسبت به غیر رمضان بیشتر و بیشترتر توجه داشتن و همکاری میکردن. تشکر، جزاکم الله خیرا. شما گفتید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رمضان همدردی و سخاوتمندیشان بیشتر میشد نسبت به ماهای دیگر. البته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در طول سال متوجه فقرا و مستمندان می بودند، اما در رمضان این صفت بیشتر در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر جلوه پیدا می کرد و بیشتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همدردی و سخاوت می کردن. شاید یکی از بیننده های ما پرسان بکنه که راه های همدردی چی هست که شما تشویق میکنین؟ یعنی چطور باید یک انسان در ماه مبارک رمضان با برادران خود همدردی داشته باشه؟ آیا فقط همین است که انسان مالدار و ثروتدار از مالش صدقه بکنه و خیرات بکنه برای فقرا و مساکین، یا راه های دیگری هم هست؟ مثلا ما انسان ها یا برادران زیادی داریم که مال ندارن اما میخوان که در رمضان همدردی داشته باشن، چطور باید همدردی بکنه؟ قبل از اینکه من اشاره کنم به راه‌های و یا طرق همدردی و همکاری و همدلی، من میخوام به بعضی آیات قرآن اشاره کنم که هدف از بیان این آیات چی هست. مثلا در قرآن اولا آمده که انما المؤمنون اخوه، در درستی همگی مؤمنین برادر یکدیگر. بدون شک وقتی قرآن میگه همه مؤمنین برادر یکدیگرن، آیا شما به داخل یک خانه با همراه برادر خود به داخل یک حولی یا سرا یا بالاخره هرچی که به تعبیراتی که هست داخل یک خانه زندگی میکنیم؟ در این خانه شما به همراه فامیل و خانواده خود، اولادهای خود می نشینیم با سفره مجلل رنگارنگ با غذاهای مختلف. به این خانه کنار برادر شما یا گرسنه یا بسیار با یک نان عادی و معمولی یا بالاخره با همان نان چای و تلخ و اینها. آیا همین وضعیت رو شما میپذیرید؟ هرگز کسی نمیپذیره. فوراً شما چی میگیم؟ یا برادر خود را صدا میکنین که با دسترخوان شما بنشیند، یا از این غذاهای دسترخوان بر میدارید و روان میکنید. این احساس در وجود هر انسانی که برادر حقیقی و در کناری و چنین وضعیتی داشته باشه طبعا متوجه برادر خود میشه. قرآن میگه همگی شما برادر هستید. اگر یک برادری مثلا در کابل خب 5 منزله نشسته هست یا 10 منزله یا کمتر یا 2 منزله، با او سرمایه بسیار نعمت الهی که الله بریو داده، غذاهای رنگارنگ و با لذت خدا بری از او داده، نعمت الهی هست. اگر این انسان خبر داره که در بدخشان، در قندوز، در فلان منطقه دور افتاده افغانستان انسانهایی هستند که غذای درست و صحیح ندارن بخورن و ای در کنار یا در هرات یا در کابل در هر ولایتی که هست با او غذا بدون احساس این که او برادرم گرسنه و من ایران نوش جان میکنم، اگر احساس عزیر نداشت او برادرای فقیر و مسکین بیادش نیامدن، در حقیقت انما المؤمنون اخوه عمل نکرده. این احساس باید به وجود تک تک ما باشه. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرماین، میگن من غذای میخورم که پایین ترین فرد جامعه بتونه از او غذا خورده. حالا ما نمیگیم که اغنیا و ثروتمندان و او عزیزانی که خداوند نعمت برای اینا داده اینها از نعمت‌ها استفاده نکنن، نه، بخورن بنوشن، اما برادران خود را در هر گوشه‌ای که هستن اونا را هم فراموش نکنن. انما المؤمنون اخوه. دوم، در قرآن شما ببینیم تأکیدات قرآنی. ما وقتی میگیم رمضان ماه همکاری، حالا این همکاری
چگونه؟ به چی طریق؟ در قرآن میبینیم که به چندین جای قرآن بحث صدقات آمده. بالکل. انما الصدقات للفقراء ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی یمحق الله الربا و یربی الصدقات. حالا در قرآن بحث صدقات آمده. خب شما صدقه بدین، صدقه ای فایده داره، صدقه چگونه هست؟ خب اینا به خاطر چیه؟ اینا هم به خاطر همکاری هست که در قرآن بیان شده. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. حالا بحث انفاق وقتی در قرآن آمده، یعنی در قرآن که بیان میشه و انفقوا فی سبیل الله، شما انفاق کنید، همکاری کنید در راه خدا. یعنی او کسی که در راه الله هست او همکاری کنید. اگر یک نفر به تحصیل رفته با او همکاری کنید. اگر یک نفر در طلبه درس میخوانه او همکاری کنید. اگر یک عالم میخواد یک کتاب چاپ بکنه، حالا علم خور در راه دین گذاشته، در خدمت دین گذاشته، فکر خور، اندیشه خور، قلم خور، همکاری کنید در عرصه چاپ، در عرصه پخش و نشر او. و در این راستا و انفقوا فی سبیل الله، آیه دیگه میفرماید انفقوا من طیبات ما کسبتم، شما انفاق کنید از چیزهای پاکیزه‌ای که شما به دست آوردید. یعنی بحث انفاق است. و انفقوا مما رزقناکم و انفقوا و بما انفقوا من اموالهم، از مالها. همه اینها بحثه. حتی میبینیم بحث و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، از او قوت و قدرتی که شما در روی زمین خلیفه خود قرار دادیم شما انفاق کنید. حتی میبینیم بحث انفاق، بحث همکاری در قرآن میگه که حالا بین زن و شوهر اگر مشاجره آمد، اگر گفتگوی آمد، حتی طلاقی آمد، جدایی آمد، چنین نیست که بالاخره زن رو طلاق دادی و بالاخره او رها بکن. حتی میگه در وقت عده با او انفاق بکن، همکاری بکن. حتی اگر فانفقوا علیهن، انفاق بکن بر او حتی وضع حمل میکنه، یعنی در وقتی که حامله هست. همه بحث همکاری هست، بحث انفاق هست، بحث اینها. آیات دیگری در قرآن مثلا، یعنی الله سبحانه و تعالی وقتی که میگه صدقات، وقتی که میگه انفاق، وقتی که میگه انفقوا، اینا همه اصطلاحات که به معنای اینه که همکاری کنید، همکار باشید، همدلی کنید، دلجویی کنید. در قرآن شما ببینیم و میفرماید و فی اموالهم حق معلوم. ای سرمایه داران، شما متوجه باشیم که به این سرمایه شما او فقرا و مستضعفین سهمیه دارن، حق اونهاست. آیه دیگر وقتی شما ببینیم نبی کریم صلی الله علیه و سلم مخاطبه و اما السائل فلا تنهر، وقتی که فقیر میایه، مستضعف میایه پیش تو و از تو سوال میکنه، این دیگه از پیش خود ناامید نکن، نران، دور نساز. این اصطلاحات همه در قرآن آماده به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه و تعاونوا علی البر و التقوا، شما همکاری کنید در کارهای نیک با همدیگر. خیلی نکته مهمیه قرآن اشاره میکنه به مسئله وقتی که پرسان میشه از جهنمی ها ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، چی چیز شما رو به این وضعیت کشانده؟ اونها چی جواب میدن؟ اول اینه که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ما نماز نمیخواندیم و لم نکن نطعم المسکین، ما طعام نمیدادیم به مساکین، توجه نمیکردیم به مساکین، همکاری نمیکردیم با مساکین. پس فقط خودمون میخوردیم و مینوشیدیم و به اصطلاح امروزی میخوردیم و کیف میکردیم و بالاخره غرق هوا و هوس خود بودیم. این فریاد جهنمی های که ولم نکن نطعم المسکین. شما ببینیم در قرآن نماز چقدر تأکید شده. اقیم الصلاة، به ادامه اقیم الصلاة میگه آتوا الزکات. وقتی بحث از زکات میآیه به خاطر چی؟ خود زکات کاملا جریان همکاری هست، جریان همدردی هست، جریان همدلی هست، دست مهر و نوازش بر سر فقرا و مستضعفین و مستمندان و بیچارگان و اینها هست. پس در این آیه مبارکه میگه ولم نکو نطعم المسکین. آیه دیگه که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه وقتی که باز هم بحث از آخرت میآیه، اینها چی جرمی داشتن؟
شما چه کار کردید؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم. اینها کسانی بودن که به خدا و به روز قیامت ایمان نداشتن. خب دیگه چی صفت داشتن؟ ولا یحض علی طعام المسکین. اینها ولا یحض علی طعام المسکین، اینها بر علاوه که به فقرا و مستضعفین و مساکین طعام نمیدادن، دیگران را هم مانع میشدن. چی میدی؟ یک شخص میخواد که بره به یک دارالیتام کمک کنه، بره در یک مدرسه حوزه علمی کمک کنه، بره در یک جایی که فقرا و مستضعفینن کمک کنه. یک شخص دیگه میایه خودی کمک نکرده، کمک هم نمیکنه، مانع کمک دیگران میشه. این فریاد جهنمیه. ما وقتی گفته میشه که شما چی شده بود، میگن اینها کسانی بودن که به خدا و پیامبر، به خدا و روز آخرت ایمان نداشتن و همچنین ولا یحض علی طعام المسکین. خلاصه این که ارزش همکاری، فکر میکنم در هفته های گذشته هم اشاره شد، وقتی که ملک الموت به بالین می نشینه، قدر همکاری، ارزش همکاری، قدر کمک برای فقرا و مستضعفین اون لحظه دانسته میشه که شخص فریاد میزنه فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. ای الله یک لحظه برای من فرصت بده تا من برم همکاری کنم، برم همدلی کنم، برم دلجویی کنم، برم همسایه فقیری دارم او را سیر کنم، همسایه گرسنه دارم او را سیر کنم، همسایه دارم که ایتام داره برم با اونها لباس بدم، کفش بدم و بالاخره یک خنده بر لب ایتام بیارم. این تقاضا میکنه که بار الها یک لحظه به من فرصت بدی فاصدق، تا من صدقه بدم. صدقه دادن یعنی چی؟ تا من همکاری کنم. پس خلاصه همه این وقتی نگاه میکنیم در قرآن 6 بار صدقات گفته شده، 8 بار صدقه گفته شده. وقتی نگاه میکنیم در قرآن 12 بار لفظ آتو زکات آمده، 11 بار مسکین گفته شده، 12 بار مساکین گفته شده، 5 بار فقیر گفته شده، 7 بار فقرا گفته شده، 26 بار در قرآن بحث طعام آمده. همه اینها فقیر، فقرا، مسکین، مساکین، طعام، همه اینها بحث همکاری هست، بحث همدلی هست، بحث دلجویی هست، بحث اینه که ای اغنیا، ای کسانی که شما صاحب نعمت، الله برای شما نعمت را داده، متوجه باشید که این قشر جامعه فراموش نکنید. این قشر جامعه، اینها الله سبحانه و تعالی اگر یکی فقیر کرده، اگر یکی غنی کرده، دلالت بر این نیست که فقیر الله دوست نداشته، غنی الله دوست گرفته. نه خیر، دنیا دار ابتلا و آزمایش هست. ولنبلونکم بشیء، الله سبحانه و تعالی شما را ابتلا و آزمایش میکنه. لنبلوکم ایکم احسن عملا، شما در ابتلا و آزمایش هستیم. کدام یک از شما عمل احسنتر و بهترتر انجام میدهید؟ اگر غنی صاحب سرمایه هستی، اگر در مقابل این سرمایه شکر الله را کردید و در راه الله انفاق کردید، از طریق شکر میری به طرف پروردگار عالم، درجه و مقامت بلند میشه. اگر فقیری و در این فقر و تنگدستی صبر کردی، از طریق صبر، این که نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر، کار مؤمن تعجبه، همه امور مؤمن همه به خیر او هست. اگر عمل خوشحال کننده برای مؤمن رسید فشکر، اگر عمل غمگین کننده مصیبت برای مؤمن رسید فصبر فکان خیرا له. پس راههای این همه موضوعات که اشاره کردم اینه که در راه الله سبحانه و تعالی همه باید انفاق داشته باشیم. چگونه؟ اگر عالم هست از علم خود انفاق بکنه، اگر تاجر هست از سرمایه خود انفاق بکنه، اگر مسئول حکومتی هست سیاست را به دست داره باید از او قوت و قدرت خود انفاق بکنه، مسئولیت داره امنیت را بیاره. مثلا من یک مثال ساده بیان میکنم که همه در بر بگیره. وظیفه و مسئولیت حکومت مثلا در قبال انفاق، حکومت امنیت را برقرار میکنه، امنیت را که آورد در محل و منطقه، عالم حالا این انفاق کرد، انفاق حکومتداران و بالاخره اینها، عالم
آماده میشه انفاق میکنه که من علمم در خدمت امت اسلامی و جامعه. میای حلقه درس تفسیر در مسجد احیا میکنه. حالا در این مسجد اگر هوای گرم بود، این مسجد امکانات لازم داره، تاجر محل میایه او وسایل اسباب سرد کننده، اگر هوا سرد بود وسایل اسباب گرم کننده در مسجد فراهم میکنه. بحث قرآن لازم بود، مصحف لازم بود میاره، بحث امکاناتی که بود و بالاخره اگر نیاز به غذا داشتن اونا را سرمایه‌دار غذا میده، نیاز به آب داشتن آب میده و بالاخره در خدمت از سرمایه خود انفاق میکنه. حالا سایر انسان ها، او کسی که هیچ چیزی نداره چگونه انفاق کنه؟ بهترین انفاق اینه که از همون عقل و فکر و استعدادی که داره، از همون قوت و انرژی که داره چند قدمی بزنه، حرکت کنه، با اخلاص کامل بیاید در درس بنشینه. خود نشستن در درس، خود گوش کردن کلام پروردگار، خود معرفت به احکامات اسلامی، خود این یک انفاق هست که چیزی بفهمه. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بلغوا عنی ولو آیه. شخص میای مسجد، احکامات اسلامی رو یاد میگیره، احکام قرآن واقف میشه، معنا و مفهوم قرآن واقف میشه، این معنا و مفهوم رو انتقال میده به خانه خود، به اهل خود، به اولاد خود، به فامیل خود، به دوست و اقارب خود. این شد صاحب انفاق. همه اینها را شامل میشه. پس به هر حال همه ما این راههای انفاق هست. لازم نیست که حتما شخص بگه من چیزی ندارم و دست بالا دست بنشینه. و نکته دیگری که در اینجا جناب استاد رحیمی صاحب من میخوام اشاره کنم به این که بعضی انسان ها به فرموده‌ای که شما اشاره کردین، بعضی انسان ها میگن خب من چیزی ندارم که انفاق بکنم. الله سبحانه و تعالی وقتی میگه لنبلوکم ایکم، چی میگه؟ احسن. در اینجا نگفته اکثر، ما شما را ابتلا و آزمایش میکنیم ایکم احسن و عملا، نگفته اکثر و عملا، عمل شما کثیر باشه. ایکم احسن و عملا، عمل شما احسن باشه، نیک باشه. الله سبحانه و تعالی اخلاص میپذیره. شما ببینیم در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما خود را اتقوا النار، شما خود را از آتش جهنم وقایه کنید، حفظ کنید. به چی؟ به $1,000,000؟ به یک کوهی از طلا؟ به چی شما خود را وقایه کنید؟ به چی؟ ولو به شق تمر، ولو به نصف خرما. یک خرمایی دارید، نصف کنید، نصف برای یک فقیر بدهید. اگر همی به اخلاص کامل بود، این سبب میشه که تو از آتش جهنم نجات میده. پس الله سبحانه وتعالی از ما اخلاص خواسته، از ما در عملی که انجام میدیم. شما ببینیم وقتی که ما بحث همکاری هست، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر در ماه مبارک رمضان کسی برادر مسلمان خود را یک جرعه آب، یک جرعه آب یا یک جرعه از شیر بده به برادر مسلمان خود که او افطار کنه، اجر و پاداشی که او صائم به دست آورده الله در نامه اعمال این شخصی که برای از او یک جرعه آب داده. این کار کدام کس بگه که من نمیتوانم؟ در مسجد، در محل، وقت افطار یک جک آب، یک به اصطلاح ظرف آب سرد گرفته برای صائمین تقسیم بکنه، نفر یک دانه خرما تقسیم بکنه. اگر کسی داره در توان بیشتر و بیشتر و بیشترتر، هر اندازه که توان داره. این بحث همکاری، بحث همدلی، بحث این که شریعت تشویق میکنه که شما همکاری داشته باشید، ولو که اگر به نصف خرما باشه، ولو که به یک جرعه آب باشه، ولو که حتی یک همکاری که هیچ کس نمیتونه دیگه، ولو نصف خرما هم داده نمیتونه، جرعه آب هم داده نمیتونه. قول معروف خیر من صدق یتبع عذا. اگر شما روزانه 1000 نفر غذا بدهید و نان بدهید و مردم را اذیت کنید و به خاطر ریا باشه، خیلی از این صدقه باز یک تبسم طرف برادر مسلمان خود، یه انفاق هست، یک خنده طرف برادر مسلمان. وقتی کسی تو را سلام میکنه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یک خنده طرفش بکن، بگو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طفلی میآید در کنار تو،
طفل میای در کنار تو، یک خنده طرفش بکن، چقدر او خوشحال میشه. یک برادری میایه به طرف تو، مثلا خصوصا و بالاخص مسئولینی که در دوایر حکومتی نشسته، شخص آمده مراجعه کرده، عریضه را آورده، مشکلی داره، بندی داره، سخت نگرانه، پریشانه. حالا تو کسی که پشت میز نشسته ای نمیتونی به یه همکاری کنی، امر تو به جایی نمیرسه، اما همین قدر که میتونی یک خنده طرف شخص، برادر عزیز و گرامی، فرزند من، اگر یک خواهر است، خواهر عزیز و گرامی، من این کاری که تو و این طلبی که تو داری به قدرت من نیست، به صلاحیت من نیست، ما فوق مراجعه کن، یک جای بالاتر مراجعه کن، طرفش یک خنده، یک تبسم، یک اخلاق، این انفاق هست، این صدقه هست. پس به هر حال ما می توانیم با مال خود، با علم خود، با قدرت خود، ولو که شده با یک تبسم به طرف برادر مسلمان خود، ما در روز قیامت در کنار انفاق کنندگان راه الله استاده باشیم. انشاءالله. جزاکم الله خیرا. اجازه میتین بریم به سراغ یک برنامه؟ بیننده های عزیز، یک برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم با ادامه همین موضوع، رمضان ماه همدردی. با ما باشید. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یاری رساندن به دیگران در سوار شدن بر مرکب و حمل کالای آنان عبادت است. هلم فسر في ركاب الهدى أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا. ام بجید انصاری رضی الله عنهما می‌فرماید عرض کردم ای رسول الله، مسکینی در خانه مرا میزند اما چیزی ندارم که به او بدهم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرچند آنچه به او میدهی ناچیز باشد از وی دریغ نکن. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. بهدي الحبيب هلم فسر في ركاب الهدى هلم فسر في ركاب أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى
وأقفوا طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب هلما فسر في ركاب الهدى. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین همسایه نزد الله آن است که با همسایه اش بهتر باشد. هلما فسر في ركاب الهدى أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. و اموال خود را که الله وسیله ماندگاری و قوام زندگی شما قرار داده است به سفیهان و کمخردان ندهید و مخارج خوراک و پوشاکشان را از آن اموال بدهید و با آنان به نیکی سخن بگویید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. با سلام دوباره خدمت شما بیننده‌های عزیز و گرامی، با موضوع رمضان ماه همدردی خدمت شما هستیم. البته جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در ابتدا روی اهداف و فواید رمضان و سپس راه‌های همدردی که چگونه هست صحبت‌های تفصیلی داشتن. جناب مولانا صاحب، شما به همدردی و همکاری در رمضان خیلی زیاد تشویق کردین، اما بارها دیده شده خصوصا در این سالهای اخیر که هوا هم گرم هست، شبها خیلی کوتاه است، کمخوابی شب از یک طرف، گرمی هوا از طرف دیگر و گرسنگی و تشنگی از طرف دیگر بالای صائمین یا بالای روزه‌داران تأثیر میگذاره و
از همین تأثیر کم بی صبر می شوند، بی حوصله می شوند، به جای اینکه به همدردی و همکاری دیگران برسند، حتی بعضشان به حدی می رسند که اگر شما سلامی هم کنین اما تحمل شنیدن سلام هم نداره، فوراً با بسیار حرفهای خرد و کوچک به جنگ آماده می شوند، به جنجال آماده می شوند. در این حالت که یک انسان قدر بی حوصله میشه و قدر بی صبر میشه که بدون کدام دلیل قناعت کننده به جنجال و جنگ آماده میشه، پس چطوری میتونه بروه همدردی و همکاری بکنه؟ تشکر. واقعا سوال جالب نمودین که بحث بی‌حوصلگی در رمضان و بحث یا حتی به تعبیر دیگری که رمضان رو بعضی فکر میکنن که فقط ماه روزه گرفتن و ماه استراحت و ماه خواب و فقط به همین تشخیص دادن. شما ببینیم خود رمضان ماه صبر هست. یعنی وقتی میگه از ابتدای روز تا انتهای روز، از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب صبر بکن. گرسنه شدی صبر بکن، تشنه شدی صبر بکن، خواهشات نفسانی بر تو غلبه کرد صبر بکن. همه اینها یعنی رمضان ماه صبر هست. یعنی درس صبر میدهد برای ما. بزرگترین یعنی درس رمضان که ما درس های زیادی میگیریم از رمضان، یعنی بزرگترین درس صبر هست که در مقابل تمام مصائب و مشکلات، در مقابل هر کدام یعنی باید انسان صابر باشه. و همچنین ماه مبارک رمضان ماهیه که فرصت خوبی برای به دست آوردن صبر و استقامت و بازم برمیگردیم مسئله همکاری و اینها. قبل از رمضان بزرگترین دشمن که شیطان هست، خب همیشه انسان دوچار وساوس شیطانیه، همیشه شیطان با او وسوسه میکنه. در قرآن گفته شده که شیطان انه لکم عدو مبین، دشمن واضح و آشکار شما شیطان هست. و شیطان قسم هم یاد کرده که هر آینه من همه انسان ها رو گمراه میکنم، همه انسان رو بدبخت میکنم، همه انسان ها رو وارد جهنم میکنم الا مگر انسان های مخلص و متقی و پرهیزگار که هستن. رمضان ماهیه که شیطان به زنجیر کشانده شده. دشمن بزرگ، دشمنی که دیروز انسان رو بی حوصله میکرد، دشمنی که دیروز انسان رو تشویق به گناه و معصیت میکرد، دشمنی که دیروز انسان رو به رشوت و به سود و به قمار و به فساد و به فحشا و اینها میکشاند، الله سبحانه تعالی در این ماه این شیطان این دشمن رو به زنجیر کشیده. حالا دیگه بهانه‌ای نیست به این که انسان همکاری نداشته باشه، بهانه‌ای نیست که انسان بیای بی صبری بکنه، بیای بی حوصلگی بکنه و در این راستا. پس ماه مبارک رمضان ماه خواب نیست. حتی بعضی از انسان‌ها در این ماه مبارک رمضان درست شب در قیام هستند، شب در عبادت هستند، در نماز تراویح هستند، در سحری بیدار هستند و روز هم کوشش شده که اکثر روز انسان بخوابه. حتی در بین فقها یک بحثه که اگر زیاد خوابیدن هم روزه مکروه میگردانه، که انسان زیاد بخوابه که هیچ احساس تشنگی و گرسنگی و اینا هم نکنه. در این راست هدف رمضان برآورده نمیشه در این راست. پس به خاطر این که ما میبینیم عده‌ای از انسانها در ماه مبارک رمضان مثلا بی‌حوصلگی نشان میدن، عده‌ای از انسانها ماه مبارک رمضان رو به خواب سپری میکنن، عده‌ای از انسانها حتی میتوانیم ایر بگیم که خیلی از کارهای دینی که دارن، کارهای رسمی که دارن، کارهایی که عامل منفیه هست به نفع انسان هاست، اینا رو به تأخیر میاندازن بعد از رمضان. در ماه مبارک رمضان سردل نیست، حوصله نیست و بالاخره در این راستا. من میخوام این اشاره کنم که از زمانی که مسلمان ها ماه مبارک رمضان فقط جنبه تعبدی از مد نظر گرفتن که فقط شب نماز تراویح بخوان و روز روزه بگیر و بخواب، وضعیت امت اسلامی به این حالتی که امروز قرار داریم کشیده شده.
وقتی نگاه میکنیم اکثر فتوحات اسلامی، سربازان جانبرکف امت اسلامی که به جهاد و مبارزه می پرداختن و خیلی از فتوحات در کشورهای مختلف در ماه مبارک رمضان بوده. یعنی اکثر فتوحات اسلامی در ماه مبارک رمضان. چگونه؟ مثلا نمونتاً من اشاره میکنم. غزوه بدر، جنگ سرنوشت ساز امت اسلامی. غزوه بدر در ماه مبارک رمضان، نبی کریم صلی الله علیه و سلم. غزوه تبوک در ماه مبارک رمضان که البته سالهای اینا مختلفه، در ماه مبارک رمضان. فتح مکه مکرمه در ماه مبارک رمضان. غزوه طائف در ماه مبارک رمضان. سرنگونی بت‌هایی که لات و عزی بود در ماه مبارک رمضان. اینها چی نشان میده؟ ماه مبارک رمضان فرصتیه که انسان مؤمن باید که تلاش بورزه، از این فرصت استفاده کنه. من یک مثال بسیار ساده بیان کنم. مثلا شما در یک محل و منطقه میخوایم بریم، نمیتونیم رفته چون دشمن داریم. اگر دشمن شما یا در همان جا به زنجیر کشانده شد، حبس شد، یا دشمن از آن جا رفت، خب شما طبعا سخت علاقمند هم هستیم که باید به اون محل و منطقه خود را برسانیم. مطمئنم که یک لحظه شما غفلت نمی کنیم، خود را به اون مقصود و مطلوب خود میرسانیم. هر انسان هدفش رسیدن به الله هست. هر انسان مؤمن و مسلمان آرزویش اینه که به یک طریقی رضایت الله را به دست بیاره، اما شیطان نمیگذاره. شیطان مانع میشه. شیطان در اعمال انسان ریا را پیش میاره، عجب را پیش میاره، سمع را پیش میاره. شیطان مانع کار خیر میشه. در رمضان شیطان به زنجیر کشیده میشه. اینجا مسلمانان صدر اسلام تلاش میکردن که فرصت است که در این ماه شیطان نیست، وساوس شیطانی نیست و شیطان به زنجیر کشانده شده. ما باید تلاش بکنیم، ما باید جبران داشته باشیم در اگر تقصیری در ماهای گذشته شده باشه. به هر حال ماه مبارک رمضان ماه فتحه، ماه پیروزیه. انسان مؤمن وقتی یک لحظه فکر کنه که در این ماه من پیروز شدم، دشمن بزرگ که شیطان باشه به زنجیر کشانده شده، پس این واقعا ماه فتح و ظفر و پیروزی. همچنین ماه مبارک رمضان شما میبینیم ازدواج نبی کریم صلی الله علیه و سلم با زینب بنت خزیمه در 28 ماه مبارک رمضان در سال چهارم، که بعضی سال پنجم گرفتن، در سال چهارم. ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم با زینب. متاسفانه شما ببینید قبل از رمضان در این شرایط کنونی اینقدر ازدحام و شلوغ بر تالارها و بر قصرها و بالاخره بر هتل‌ها هست که هیچ نوبت نمیرسه. 2 ماه که به رمضان میمانه نوبت نمیرسه. چرا نوبت نمیرسه؟ عروسی هست. تلاش میکنن قبل از رمضان عروسی بشه. چرا عروسی در ماه مبارک رمضان نباشه؟ به خاطر چی؟ به خاطر که شب انسانها در قیامن، روز در صیام. او ساز و تنبک و فسق و فجوری که قبل از رمضان انجام میشه در رمضان ذره شرم و حیا بیشتر میشه و بالاخره این کار را انجام نمیدن. ما امروز مسلمان ها که بدبخت شدیم، ضعیف شدیم به اینه که ما از دستورات اسلام دور ماندیم. ازدواج ما ازدواج شرعی، امروز میبینیم عروسی های امروزی، ازدواج های امروزی، محافل و مجالس امروزی، مصارف بیجای امروزی، اینها ارتباط به ازدواج نداره. رسول صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان ازدواج کردن با زینب، با ام المؤمنین زینب، مادر مؤمنین، مادر من و شما. جالب این جگاهی که جناب استاد رحیمی صاحب، زینب ام المؤمنین تاریخ از او به نام ام المساکین یاد میکنه. زینب ام المساکین هست. فقرا، مستضعفین، مستمندان را همیشه توجه میکرد، با فقرا کمک مینمود، دست مهر و نوازش خود را بر سر ایتام و اینها داشت. یعنی ملقب شده به ام المساکین. ما میگیم رمضان ماه همکاریه. زینب ام المؤمنین ملقب به ام المساکین، ازدواجش در رمضان با کی؟ با نبی کریم صلی الله علیه و سلم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم
کسی که حامی و پشتیبان فقرا و مستضعفین و بالاخره ایتام و اینها بود. پس رمضان ماه خواب نیست، رمضان ماه غفلت نیست، رمضان ماه این نیست که ما کارا خود به تعویق بندازیم، کارهای خیری که بالاخره شاید از عمل انجام دادن او عمل خیر شاید نصیب ما بعد از رمضان نشه که انجام بدیم. کار خیر باید در هر وقتی که فرصت پیش میآید باید انجام داد. همچنین فتح بیت المقدس به زمان فاروق اعظم رضی الله، وقتی که دستور آمد که کلیدهای شهر فلسطین یا کلیدهای قدس به دست امیر المؤمنین داده میشه، عمر بن الخطاب رضی الله عنه، در ماه مبارک رمضان. سیدنا عمر نگفتن که هوا گرم برای فعلا نمیشه، دشت و کوه و بیابان و این همه مسائل و اینها را طی کردن، بگویید بعد از عید میاییم انشاءالله، بعد از رمضان. نه، با مجردی که سیدنا عمر فرصت دیدن که آنها آماده شدن که کلیدهای شهر قدس و بیت المقدس داده میشه به دست خود امیر المؤمنین، همین بود که سیدنا عمر در رمضان حرکت میکنن، میآین به فلسطین. و جانشین سیدنا عمر کیست؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. ببینین این فتح، این پیروزی و این تلاش در ماه مبارک رمضان، و همچنین پیروزی مسلمان ها بر ساسانیان، و همچنین فتح مصر توسط سربازان اسلام، فتح اسپانیا در ماه مبارک رمضان، فتح مغرب میانه توسط عثمانی ها در ماه مبارک رمضان. خلاصه شما تاریخ رو ورق بزنیم، خیلی جالب، خیلی جالبه. از اول رمضان تا اخیر رمضان، هر روز ماه مبارک رمضان مسلمان ها و امت اسلامی یک روز حتمی روز فتح و ظفر و پیروزی امت اسلامی بوده. پس ما امروز باید چیکار بکنیم؟ ما باید اگر دیگه جهاد کرده نمیتونیم، دیگه حرکتی کرده نمیتونیم، در مقابل دشمنای اسلام امروزه نمیتونیم بالاخره بریم کشورها رو فتح کنیم، بیایم بر دشمنی که نفس هست بر او غالب بشیم، بیایم پیروز بشیم. در ماه مبارک رمضان، قبل از رمضان بخیل بودیم، در رمضان بیایم با این دشمن مبارزه کنیم، بخل را از وجود خود دور بسازیم. قبل از رمضان حسود و حسادت در وجود ما بود، بیایم مبارزه کنیم که دیگه حسود نباشیم. قبل از رمضان کینه و بغض و عداوت و دشمنی در دل انسان، در دل ما بود، بیایم توبه کنیم، بیایم غالب بشیم بر این دشمنی که قبل از رمضان اگر خواهشات بیجای نفسانی و بالاخره شهوانی و شیطانی در وجود بود، بیایم با این نفس غالب بشیم. پس به هر حال ماه مبارک رمضان ماه فتح، ماه پیروزی، ماه صبر، ماه استقامت، ماهیه که ما در کنار همدیگر باید که قرار بگیریم و این غفلت را از خود دور بسازیم. یک و دوم مانده مسئله این نیست که ما در رمضان بی‌حوصله بشیم. ماه مبارک رمضان ماهیه که گفتیم ماه همکاری هست، ماه همدردی هست، ماه فتح هست، ماه رحم، ماه شفقت، ماه ترحم، ماه دلجویی، ماهیه که ما دست مهر و نوازش خود را بر سر ایتام و فقرا و مستضعفین و اینها قبلا اشاره کردم، ولو که به یک تبسم و یک خنده باشه. این کسی که در ماه مبارک رمضان عصبانی میشه خیلی باید متوجه بشه که کیفیت روزه را از دست میده. عصبانیت کیفیت روزه را از دست میده، مسئله بیرحمی و بالاخره بیشفقتی و اینها. باید مشفق بودیم، در رمضان مشفق تر باشیم، مهربان بودیم، در رمضان مهربان تر باشیم، با حوصله بودیم، در رمضان با حوصله تر باشیم، سخاوت داشتیم، در رمضان سخاوتمندی بیشتر باشه، دلجویی داشتیم، در رمضان دلجویی بیشتر باشه. همه اینها انشاءالله در پیرامون فضائل و در پیرامون این که چقدر در این ماه خیر برکت، انشاءالله اگر در این برنامه شد اشاره میکنیم و نشد در برنامه بعدی به این موضوع اشاره میکنیم که ماه مبارک رمضان ماهیه که اگر انسان به قدر و منزلت و جایگاه و عظمت این ماه بفهمه،
هیچ وقت بی‌حوصله نمیشه، هیچ وقت بی‌حوصلگی نمیکنه. دوستان خدا چندین روز که بر رمضان میمانه از فرحت و خوشحالی اشک میریزن، یعنی اشک شوق میریزن، از یک طرف اشک غم در چشمان و بالاخره اینه که مبادا به این ماه نرسیم، مبادا به این ماه داخل نشیم. چقدر انسانهای در ماه رمضان گذشته با ما بودن، در کنار دسترخوان غذا میخوردن، در روی زمین راه میرفتن، از روزه رمضان استفاده میکردن، که امسال نیستن، در کنار ما و در زیر خاک خوابیدن. پس این ماه حوصله هست، ماه صبر هست، ماه استقامت هست، ماه بردباری است، ماه دلجویی و همکاری است. تشکر، جزاکم الله خیرا. امیدوار هستیم که یک بار دیگر امت اسلامی به نقش قدم سلف خود رفته، همانگونه که شما گفتید که اکثریت فتوحات اسلامی در این ماه مبارک رمضان صورت گرفته است. مسلمان ها بتوانند یک بار دیگر به همان احکام و تعلیمات اسلامیشان همانگونه چنگ بزنند. جناب مولانا، از این همدردی و همکاری که شما گفتید در رمضان باید هر مسلمان همراه برادران مسلمانش داشته باشند، میخواهیم در مورد بعضی از رواج‌های غلطی که متاسفانه در میان مسلمان ها متعلق به رمضان البته رواج پیدا کرده یا رایج شده یا مسلمان ها به آن مبتلا شدن، اگر اشاراتی داشته باشین، آیا چنین رواج هایی هست که غیر شرعی باشه و با رمضان پیوست شده باشه؟ اگر اشاراتی داشته باشین چی است؟ در ماه مبارک رمضان رواج هایی که درست نیست و ناپسند هست وقتی میبینیم، اگرچه باید که بریم سر اصل بعضی از رواج هایی که پیوند به رمضان خورده، اونا رو اشاره کنم و اونا هم در لابلا اشاره میشه. و من میخوام پیرامون بعضی از اعمال و یا بعضی از مسائلی که اونها درست نیست شرعاً به اونا اشاره کنم. مثلا قریب رمضان که می شود یا چند روزی که به رمضان میمانه، من از ابتدا از حکومت شروع کنم. در افغانستان خب گفته میشه که جمهوری اسلامی افغانستان، خب الله سبحانه تعالی در حقیقت اسلامی بگردانه. کار نیکیه. وزارت اطلاعات فرهنگ یا خود ریاست جمهوری اطلاعیه میده نسبت به اینکه متوجه رمضان باشید و رسانه ها متوجه باشن که از او فیلم هایی که در غیر رمضان پخش میشه در رمضان جدا خودداری بشه و این گونه مسائل. من میخوام برای وزارت اطلاعات فرهنگ و وزارت بالاخره که در این راستا مسئولیت دارن و خود مسئولین حکومتی اینه که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا به اسلام داخل شوید. اگرچه قابل قدره که احترام به ماه مبارک رمضان هم میگیرن، ولی خواهش من اینه که از مسئولین خصوصا از وزارت اطلاعات فرهنگ و بالاخص از رئیس جمهور همین فرمانی که در رمضان داده میشه، خب این فرمان برای همیش باشه نسبت به رسانه ها، بالکل برای همیش. اما اگر این اختصاص به رمضان پیدا میکنه، این دلالت بر از این میکنه که ملت مسلمانه ولی حکومت اشکال داره، فقط به احترام ملت این ساز و تنبکا و بالاخره فیلم‌ها و اینها کم بشه. اما در غیر رمضان باز برای ملت افغانستان این ارج و احترام گذاشته نمیشه، چون به خاطر از اینکه ملت افغانستان مسلمان بوده، مسلمان هست و حکومت هم تشکیل از همین ملته، از همین ملته. پس به هر حال این عمل نادرسته که فرمان اسلامی فقط اختصاص بیابه در ماه مبارک رمضان. من میخوام این نکته اشاره کنم که بعضی از انسان‌هایی احساس میکنن که این ساز و این موسیقی و این رقص و این پایکوبی و اینها فقط در رمضان حتما حرام هست، در غیر رمضان اشکالی نداره. از اینجی مشکل در اینجی پیدا میشه
پس به هر حال محاکم افغانستان، قاضی القضات افغانستان، وزارت حج و اوقاف افغانستان، وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، مسئولین ایر باید به شدت وقت اطلاعیه میدن و که اطلاعیه نمیدن اگر بالاخره بحثی نیست پیگیری کنن. یعنی این مسئله پیگیری بشه که در ماه مبارک رمضان وقتی چنین اطلاعیه داده میشه این اطلاعیه دوام داشته باشه برای همیش، چون افغانستان وقتی میگیم کشور اسلامی، ملت مسلمان، مجاهد، همه اینها باید که این اطلاعیه برای همیش باشه. نکته دیگری که برای رسانه ها هست، شما از رواج ها گفتیم جای نادرست، برادرایی که در رسانه ها نطاق هستند، خواهرانی که در او رسانه ها کار میکنن، اینها از علم دین واقف نیستن، فکر میکنن که رمضان که تمام شد همه این مسائل تمام میشه. یعنی یک شب دو شب که به عید میمانه، یک شب دو شب به عید میمانه، میبینیم که برنامه های عیدی اعلان میکنن، رقص و پایکوبی و زنان رقاصه را از این طرف و از این طرف آوردن و بالاخره اختلاط زن و مرد و اینها غلط، نادرسته و اینها هیچ سازگاری با ماه مبارک رمضان نداره. من میخوام برای از این خواهرها و برادرایی که در این رسانه ها کار میکنن و بعد به نام عیدی رقص و پایکوبی و ساز و موسیقی و کارهای لهو و لعب دارن، میخوام این اشاره کنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منبر بالا میشدن، آمین گفتن، آمین آمین آمین. راوی میگه وقتی که صحابه میگه وقتی که رسول صلی الله علیه و از منبر پایین شدن پرسان کردن یا رسول الله ما نفهمیدیم این آمین شما چی بود. و بعد گفتن که جبرائیل علیه السلام آمد، گفت یا محمد من دعا میکنم صلی الله علیه و سلم، من دعا میکنم شما آمین بگویید. چقدر مهمه دعا جبرائیل بکنه، آمین پیامبر بگه، خیلی مهمه. این دعا رد نمیشه. جبرائیل گفت هلاک باد آن انسانی که رمضان بیاید و هنوز او مصروف و مشغول گناه باشه و قلم عفو و پروردگار بر این کشیده نشه، یعنی بخشیده نشه. هلاک باد این انسان، یعنی رمضان فرصتیه که تمام درهای بخشندگی بازه، اما این انسان که این دروازه ها باز نمیبینه و به طرف هنوز گناه و معصیت خود را سوق میده، جبرائیل گفت هلاک باد این انسان. رسول الله صلی الله علیه و گفتن و دوی دیگر هم که رسول صلی الله علیه و فرمودن که جبرائیل گفت که هلاک باد یا نابود باد، یعنی وارد جهنم باد کسی که پدر و مادر در سن کهولت در میابه و وسیله خدمت اونها خود را وارد بهشت نمیگردن. رسول الله فرمودن آمین. سوم این بود که هلاک باد آن انسانی که، یعنی وارد جهنم باد آن انسانی که نام شما را ای پیامبر کسی میشنود و درود نمیفرسته. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. ببینین پس این خیلی مهمه، این نادرسته. شان یک مؤمن، یک مسلمان رمضان روزه گرفته، از صبح تا شام همه تشنگی همه گریسنگی تحمل کرده، در اخیر رمضان به مر رسانه مبتذلی که رقص پایکوبی کار میکنه، این در حقیقت این انسان دارای خسرانه و زیانه و این عمل نادرسته، چون این ربط میدن به رمضان. عید رمضان، برنامه های ایدی، کسی که چنین رقاصه باشه، رقص و پایکوبی داشته باشه، رمضان برای از او هیچ ربط و ارتباطی نداره. رمضان از مسلمان های ایدی هم که مسلمان ها میگیرن به خاطر چیه؟ قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا. وقتی فضل الله شامل حالت شد دیگه خوشحال باش. مسلمان ها که روز عید خوشحالن به خاطر چی؟ چون عبادت الله را انجام دادن، به دستور الله روزه گرفتن، به دستور الله شب زنده داری کردن، به دستور الله انفاق کردن، به دستور الله همکاری کردن. رمضان تمام میشه، بعد عید روز فرحت و خوشحالیه. او فرحت و خوشحالی هم باید موافق به شریعت مقدس اسلام باشه، نه این که بیایم به خاطر شکرانه رمضان بیایم پس گناه و معصیت و اینها را آغاز کنیم. سوم این که تعلق میگیره به علما و خصوصا حافظان قرآن که در ماه مبارک رمضان بعضی از علما در منابر و اینها باز همه بحث دارن. البته بعضی امروزه الحمدلله خیلی علمای فعال پرتلاش هستن،
بعضی علما هنوز در ماه مبارک رمضان انمو بحث صدقه فطر و بالاخره امو مسائل که همیشه بارها و بارها تکرار شده، یک مسئله جدید و مردم نیست، در بحث تفسیر نیست، بحث بالاخره در این راستا. و یا این که در بعضی مساجد میبینیم که اختلاف بین نماز تراویح هست که یک مسجد 8 رکعت میخوانه و یک مسجد 20 رکعت میخوانه و بالاخره در این راستا یا کمتر یا بیشتر. اینها مسائلیه که باید که ما متوجه باشیم. میتونیم مسئله نماز تراویح خواندن چیه؟ حکم چیه؟ سنت. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چند شب خواندن و صحابه بعضی البته امو چند شب خواندن و بعضی 20 کل رمضان خواندن، بعضی 20 رکعت خواندن، بعضی 8 رکعت خواندن، بعضی بیشتر خواندن، بعضی حتی از 8 رکعت هم کمتر خواندن، بعضی هیچی نخواندن، فقط فرض خواندن. اما اجماع صحابه بر همی که در زمان سیدنا عمر فاروق همی شد که 20 رکعت خوانده بشه و در حرمین شریفین هم الان در خود مکه مکرمه در حرم و در مدینه منوره در حرم 20 رکعت خوانده میشه. اما میای قضیه در اینجا یادم اومد از قصه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اومدن در داخل مسجد شدن که دو گروه میخوان هم دیگر آخر بزنن، سر و صدا دست به سر هم دیگر بلند کنن. وقتی که داخل شدن گفتن شما چرا میخواید هم دیگر بزنید؟ شما مسلمان هستید، شما مؤمن هستید، پیرو قرآن هستید، دعوای شما به خاطر چیست؟ یک عده گفتن که ما میخوایم نماز بخوانیم، نماز تراویح 20 رکعت. اینها نمیمانن میگن نه 8 رکعت. اختلاف ما بر اینه، اینها میگن 20 رکعت و اینها میگن 8 رکعت. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمودن که شما که میگیم 20 رکعت حکم چیه؟ گفتن سنت. گفتن شما که میگیم 8 رکعت حکم چیه؟ گفتن سنت. الله شما را هدایت کنه. وحدت امت اسلامی چیه؟ فرض. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف. این آیاتی که شما امر بالمعروف نهی از منکر، مسئله وحدت، مسئله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه گفتن که شما به خاطر شکستاندن یک فرض و احیای یک سنت میخواید به جان هم دیگر بفتید، بیرون بشید از مسجد. نه شما 20 رکعت بخونید، نه شما 8 رکعت بخونید، فرض رو بخونید ولی اختلاف نکنید، برید بخونید. این مهمه که ما در ماه مبارک رمضان اختلاف به بعضی مساجد تو 8 رکعت خواندی، تو بالاخره 20 رکعت خواندی، خدا این خواسته نعوذ بالله حتی یک دیگر بیای در قضیه یک سنت تکفیر کنه. اون مسجد نروین که اون مسجد امروز شعار دشمنات بر بین جامعه انداختن که مسجد وهابیا هست، مسجد مثلا سلفی ها هست، مسجد مذهبی ها هست. پس در ماه مبارک رمضان ماه همدلیه، ماه همکاریه، ماه وحدته، ماه فتحه، ماه پیروزیه. ما باید اختلاف را از بین جامعه خود دور بسازیم. شیاطین جنی به زنجیر کشانده شد. اگر شیاطین انسی هم آمدن بین ما گفتن فلانی وهابی و فلانی سلفی و فلانی مذهبی، این شیطان انسی هست. او را باید راهنمایی کنیم، الله او را هدایت کنه. اگر قابل هدایت نیست از او باید انسان دور بشه. پس در این قسمت علما باید متوجه باشن که این مسائل پیوند به رمضان ندن. رمضان ماه وحدته، ماه نزول قرآنه. قرآن چقدر ما به اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی تشویق میکنه. مسئله دیگر که ارتباط میگیره به نماز تراویح بعضی از حافظان قرآن که الله سبحانه و تعالی ما را هم ببخشد، در ابتدا که قرآن حفظ کرده بودیم شاید علم کمتر بود، الان هم که یک طلبه هستم، قرآن تیز خواندن در مساجد، مثلا تلاوت با سرعت یک و دوم مانده خود تراویح. حتی بعضی انسان ها میگه که امام ما بسیار امام خوبیه، می نماز تراویح 20 رکعت بم 25 دقیقه میخوانه. یک مسجد میگه از ما کو نیم ساعت میخوانه. یک مسجد میگه رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کسی که شب زنده داری کنه نماز تراویح و این نماز تهجد و نماز شب از روی ایمان و اخلاص که بخوانه غفر له ما تقدم من ذنبه. نه این که از روی سبقت چند دقیقه
دست کمی، یعنی 29 رکعت نماز اگر 2 دقیقگی حساب بکنیم 1 ساعت میشه، اگر 2 دقیقه فقط حساب بکنیم. اما بعضی از مساجد 25 دقیقه، بعضی از مساجد 16 دقیقه، بعضی چون 15 دقیقه، بعضی از مساجد بالاخره به 45 دقیقه. بعضی نماز باید قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنین رستگار کسانی هستند که در نماز اونها خاشع، خضوع و خشوع باشه. نماز اونها باید موافق به نماز نبی کریم صلی الله علیه و سلم. صلوا کما رأیتمونی. شما نماز بخوانید مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم، مثل که میگم مرا میبینید نماز بخوانید. پس این نمازی که از روی مسابقه باشه، از روی دقیقه که چند دقیقه شد و از اون مسجد چند دقیقه شد، این در ماه مبارک رمضان از اعمالیه که درست نیست. نماز باید به ترتیب باشه. من همیشه برای دوستا و اینها تاکید اینه که اگر کسی 20 رکعت نماز با سرعت میخوانه که نفهمید چی بخونده و چی میخوانه، خیلی بهترتر نماز فرض که خوان 2 رکعت نماز، من نمیگم 8 رکعت، که 8 رکعت خوان که بهترتر. 2 رکعت نماز با خضوع و خشوع و با وقار که بفهمه با پروردگار خود راز و نیاز کرده، از اینکه 20 رکعت یا 40 رکعت یا 50 رکعت میخوانه که نمیفهمه، 2 رکعت به اخلاص بهترتره. از روی ایمان باشه، از روی اخلاص باشه در این راستا. مسئله دیگر بحث اینه که من سریعتر میگذارم از این موضوع که بحث رسم و رواج ها تعلق میگیره به تجار ما و برای برادران کسب کار ما. اینه که بعضی از اشیا و اجناسی که مردم ضرورت دارن در ماه مبارک رمضان، اینها چکار میکنن؟ اینها را عرضه میشه با بازار ولی گران، قیمت ها بالا میره و بالاخره در این راستا ماه مبارک رمضان ماه سخاوتمندی گفتیم. تاجر ما باید سخاوت داشته باشه. چی میشه که طول سال شخص فایده خورده از تجارت خود، در رمضان کم ایثار داشته باشه؟ دکاندار ما طول سال خود مثلا فایده گرفته، در رمضان ایثار داشته باشه. پس در این راستا عرضه کردن اشیا و اجناسی که به بازار میشه، اگر ای گران میشه، اگر قیمتش بالا میره، این کار درستی نیست و حقیقتا ایر از جمله ایثار و فداکاری نمیگن، ایر حالت بخل بخو میگیره، ایر حالت بالاخره تا اندازه از رحم و شفقت و ترحم و انسان به دور میمانه. پس به این واسطه ایر اشاره کردم که در ماه مبارک رمضان یکی از راههای همکاری، یکی از راههای همدردی اینه که برادران دکاندار ما، برادران کسب کار و برادران تاجر ما وقتی اشیا و اجناسی که به بازار عرضه میشه تخفیض داده بشه و بالاخره قیمت ها بیای پایین. به خاطر چی؟ به خاطر دلجویی، به خاطر ماه مبارک رمضان، به خاطر رحم، به خاطر شفقت، به خاطر ترحم. همچنین مسئله دیگر اینه که در ماه مبارک رمضان حتی بعضی از انسان ها رو میبینیم که چنان با اکل و شرب زیاد اسراف میکنن که سر شام هم سفره رنگارنگ انداخته و سحر هم غذاهای رنگارنگ خوردن و بالاخره غذاهای گوناگون. رمضان هدف اینه که انسان 11 ماه سفره مجلل داشتی، این سفره را اختصاص بده به همسایه فقیر تا او در این رمضان سیر بخوابه، ولی تو درد گرسنگی خوب احساس کنی. این درست نیه که در ماه مبارک رمضان ما بیاییم سفره را اسراف بکنیم، وقت سحر اسراف بکنیم در این راستا. و همچنین مسئله دیگری که باز هم پیوند به رمضان، مسئله پهن کردن سفره ها در روز عید. برادر داره او هم باید متوجه باشه که زیاد اسراف نشه، اما برادری که نداره نباید قرض بکنه و بالاخره برای خود سفره بندازه که سفره عید. هدف از عید اینیه که ما سفره پهن بکنیم. انسان ها هدف از عید اینه که ما وقتی به خانه هم دیگر میریم، دست هم دیگر میگیریم و بالاخره با هم دیگر محبت میکنیم، محبت قلبی باشه، دلها با هم نزدیک بشه، نه اینکه ما به سفره دسترخوان نزدیک بشیم، ما به سفره مجلل نزدیک بشیم، ما به سر سفره بنشینیم و بالاخره متاسفانه که رواجی که در افغانستان هست، فقط بیا 5 دقیقه سر دسترخوان و سفره بشین، دانه شیرینی بگیر و بعدن فالله خیر حافظا. ما به اینجا یک شوخی یادم آمد که
چون بسیار واقعا جالب بود جناب استاد رحیمی صاحب. ما وقتی که چند خانه از دوستان میرفتیم، اول که میشیشتیم شروع میکردیم قل رب انزلنی منزلا مبارکا. وقتی که دعا میکردیم هنوز اخیر دعا به زبان بود که یک برادر دیگه از این طرف میگفت الله خیر حافظا، پس حرکت میکردیم میریم. در این راستا این هدف اصلی و اساسی این دید و بازدید نیست، این رسم و رواج شده که این درست نیه. پیش اقارب، خویشاوندان لحظات نشستن، اونهایی که به گردن حق داره، اونهایی که سله رم هست، برو پیش عمه، خاله، کاکا، ماما لحظات بنشین، پیش والدین نزد اونها لحظات بنشین و با اونها صحبت بکن. ایده. اما در این راستایی که دید و بازدید فرمایشی این درست نیست و چون از رسم و رواج هایی که گفتیم. درست. موضوع دیگری که بعضی انسان ها یک روز یا 2 روز قبل از رمضان روزه میگیرن. چرا روزه میگیرید؟ والا روز اول به شک و بالاخره ما میخوام کمی روزه کاملی بشه. خیر، چنین نیست. الله سبحانه و تعالی وقتی میگه یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت، الله وقت های گذاشته، ابتدای رمضان، انتهای رمضان. و حتی بعضی انسان ها دعا میکنن که کاش که همین روزه 30 روز باشه که روزی ما کامل بشه. روزه 29 روزم که بشه کامل هست، فرمان پروردگاره. 30 روزم باشه پروردگار. الله سبحانه و تعالی میگفت 15 روز بگیریم، ما میگفتیم سمعنا و اطعنا. الله سبحانه و تعالی میگفت 6 ماه بگیریم، ما میگفتیم سمعنا و اطعنا. این کاملیت به دست ما نیه که به 29 روز بود ناقص باشه، به 30 روز بود کامل باشه. پس این حرف نادرستیه که بعضی انسان ها به زبان میارن. درست. و همچنین مسئله دیگری، خیلی از انسان ها زکات در ماه مبارک رمضان میدن. کار نیکیه، کار مبارکیه، کار احسنیه. اما این میخوام اشاره کنم که وقتی فقیر میایه، از یک نکته این نادرسته که زکات میدن، میگن برو دیگه که تا سال دیگه باز نبینم دیگه که باز بیایی. این واقعا زشته. قول معروف خیر من صدقه یتبعها. یک خنده و تبسم طرف فقیر میکردی خیلی بهترتر از این پولی که بری از اون. یک نکته دیگری که فقیر میاد در ماه مبارک رمضان، شخص برای میگه که یاری کاش 2 روز قبل میامدی، زکات تمام شده. یک دل شکستگی برای فقیر. حالا چیزی که ندادی دل از اونم شکستی. چه از شریعت چقدر زکات گفته از 100% 2.5%. حالا 2.5% تو تمام کردی، این 97.5% دیگه کجا هست؟ چی میشه که در ماه مبارک رمضان 2.5% در زکات میدیم، 2.5% دیگه هم از سرمایه خوب بگذاریم بالا در کنار زکات ها که اگر تمام شد فقیر ناامید برنگرده. پس این نادرسته که به فقیر هم کمک نمی کنی و هم سخن نیشدار و زخم زبان هم بر از او فرود میاری. این نادرسته و این کار اشتباهیه. نکته اخیر اشاره میکنم به این که بعضی از انسان ها که نادرسته، رمضان میتونیم بگیم رمضان پرست. انسان باید خدا پرست باشه. چرا؟ در رمضان وارد مسجد میشه، بعد از رمضان خود مسجد و اهل مسجد دیگه همه خداحافظی میکنه. تا سال دیگه کسی نه در مسجد میبینه. 5 وقت نماز الله سبحانه و تعالی فرض کرده، شخص در مسجد نیست. اما ماه مبارک رمضان که نماز تراویح یک سنت هست، یک سنته، میبینیم صف اول نشسته هست و بالاخره اگر امام هم کم تأخیر و تقدیم و بالاخره چی داشته باشه، میبینیم از همه بیشتر حرف میزنه و از همه بیشتر هم گپ میزنه و بعد از رمضان هم معلوم نیست. این کار اشتباه هست، نادرسته. انسان باید خدا پرست باشه، نه رمضان پرست. به هر حال این بعضی از رسم ها و رواج هایی که در رمضان و نکته از بعضی رسم ها و رواج ها اینم اشاره میکنم که مثلا شخص نمزاددار هست، از جمله رسم ها و عادات غلط که خیلیه که به نام ایدی ببرو، به نام نوروزی ببرو، به نام فلان ببرو فلان ببر. عین همین قضیه در رمضان هم بعضی دارن که جوان پول نداره، سرمایه نداره، چیزی به دست نداره، اما لازم سر فشار میارن که تو برو برای خانواده عروس افطاری بگیر. افطاری ثواب داره واقعا. هر کس که داشته باشه، چی برای خویشاوند خود، چی عروس برای داماد، چی داماد برای عروس، چی بالاخره هر کس به کسی افطاری بده اجر داره، ثواب داره، پاداش داره. اما از جمله رواجهای نادرست و غلط اینه که سر داماد مسکین فشار بیار
که تو حتمی بالاخره یک افطاری برای خانواده عروس او برو قرض بکن. این نادرسته، این اشتباهه و این از جمله اعمالیه که هیچ ربط و ارتباطی به ماه مبارک رمضان نداره. تشکر، جزاکم الله خیرا. اجازه میتین بریم به سراغ بیننده ها. بیننده های عزیز، یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بعد از میان برنامه انشاءالله با صداهای گرم شما برمیگردیم. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة حانية. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. جاوید جان عزیز شماره برنامه را زیرنویس کنین. بیننده های عزیزی که میخوان در این بحث شریک شوند تماس بگیرن. جناب مولانا، قبل از اینکه به سراغ تماس ها بریم، کلیپی که نشر شد دیدیم، البته نشید خیلی زیبای به زبان عربی بود، اما تصاویر فکر میکنم واضح بود. میشه بگوین که تصویری یا پیام این تصویر یا این کلیپ چی بود؟ حقیقتا من خود شخصا البته پیشنهاد شما بود. تشکر. شاید احتمال داره که همی نشیدر ما یا همی سرود رو بگم، خواندن رو بگم، چندین بار ما دیده باشم و هر مرحله هم که ما ایره دیدم واقعا برای خود ما شخصا تاثیر خاصی گذاشت که یک فقیر میره به که میوه بگیره و پول نداره و یک غنیه که الله سبحانه تعالی از این اغنیا چقدر در قرآن و در احادیث تعریف و توصیف کرده، این صحنه رو میبینه و خرید خود رو فراموش میکنه و آدرس دکان، آدرس خانه از او میگیره و بالاخره با مو یخچال و انهار میبره به خانه از او. سبحان الله، او طفلای معصوم رو خوشحال میسازه. هر مرحله که من امی نشید و امی خوندن رو دیدم، اشک از چشمان حقیقتا جاری شده که سبحان الله. و باز او فقیر چقدر استغنای قلبی داره که دکاندار برای از او میگه که پول نده، میگه نه امی پول رو بگیر. من جناب استاد رحیمی صاحب از جاوید جان من یک خواهش دارم که اگه یک مرتبه دیگه امی نشیدتر بمانن باز تماسا رو بگیریم. درست است. بیننده های زیاد پشت خط داریم. جاوید جان لطفاً همین کلیپ یک بار دیگه نشر کنین که ببینیم. بسیار خوب. اگر تانستین انشاءالله ما منتظری هستیم که کلیپ یک بار دیگر نشان بدین. به سراغ تماس بریم تا اینکه کلیپ آماده شود. اولین بیننده را به اجازه شما من میگیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. فرید جان، من صدای بیننده را ندارم. میشه صدایشون برای ما بفرستیم؟ بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. بله، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. سلامت و زنده باشد. بنده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من احمد هستم از دلوات جمهوری. احمد جان خوش آمدید. موضوع برنامه ما هست رمضان ماه همدردی. گفتنی دارید در این مورد، بفرمایید. رمضان ماه همدردی. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بیننده عزیز لطفاً صدای تلویزیونتون را ببندید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ سلام علیکم، از مزار شریف تماس گرفتیم. خوش آمدید بیننده عزیز، بفرمایید. موضوع برنامه ما است رمضان ماه همدردی. تشکر، زنده باشین. سلامت باشید، بفرمایید. بله بفرمایید بیننده عزیز. نام من محمد صالح است. یک دو سوال داشتم. بله بفرمایید. سوال ما همیست که آدم روزه را که نیت کنه چه رقم نیت کنه و پس که افطار کنه چه رقم افطار کنه؟ درست است، نیت روزه و دعای افطار. گرفتیم سوالتون. سوال دیگه تون چی بود؟ که پس که افطار کنه و چی گفتن افطار کنه وقتی که تشکر از تماستان بیننده عزیز. سوالتون گرفتیم. ان شاء الله جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم برادر عزیز، خوبین؟ سلامته؟ و علیکم سلام و رحمت الله. سلامت و زنده باشید. خود معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ خلیل احمدم از تهران. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما استاد گرامی. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. موضوع برنامه ما است رمضان ماه همدردی. بفرمایید. بله تشکر. برنامه شما که واقعا برنامه خوب دیدنی جالب، همه گفتنی‌ها رو جناب مولانا صاحب گفتن. فقط می‌خواستم آرزو داشتم که با جناب مولانا صاحب صحبت کنم. صدایتون هم میشنون، بفرمایید. فقط من می‌خواستم اونا رو ببینم، چون من یکی از مقتدیایشان بودم. وقتی که اینا مسجد قاضرگاه شریف و روزای جمعه ما همیشه می‌رفتیم اینجا. درست. چون ما اونجا اونا رو از نزدیک نمی‌دیدیم، اینجا فقط می‌بینیم. فقط می‌خوام اونا رو با اونا یک خسته نباشید بگم. بفرمایید. تشکر برادر عزیز و گرامی ما. موفق باشین. الله سبحانه و تعالی برای شما عزت دنیا و آخرت نصیب کنه و برای همه بینندگان عزیز و گرامی ما. اگر سوال چیزی داشته باشیم در خدمت شما هستم. موفق باشیم. تشکر. زنده باشیم جناب مولانا صاحب. فقط خواستم صدا شما بشنوم، با شما هم کلام شما بزرگترین افتخار به من بود. فقط از شما میخوام که مر از دعای خود فراموش نکنیم. من شما دوست دارم، از راه دور دست شما میبوسم. موفق باشید. موفق باشه. تشکر بیننده عزیز. تشکر از تماستان. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. منم عرض سلام دارم خدمت شما استاد بزرگوار و خدمت مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید بیننده عزیز، بفرمایید. سلامت باشین. محمد شفیع امینی هستم از ایراد، مقیم در ایران. خوش آمدید، بفرمایید. سلامت باشین. من از مولانا صاحب سوالی داشتم آقای رینی. بفرمایید. ما در ایرانیم خب؟ بله. بعد آذانی که مثلا مسجد که نه اینجا میتونیم با آذان ایرانی ها مثلا افطار کنیم و سحری کنیم؟ درست است. سوالتون در تهران هستین شما بیننده عزیز؟ بله بله بله. درست است. درست است. سوالتون گرفتیم. ان شاء الله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان. سلامت باشین. دعا بکنید ان شاء الله. از شما نیز التماس دعا داریم. خداحافظ. خدا. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بیننده عزیز لطفاً صدای تلویزیونتون را ببندید. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم سلام، سلامت و زنده باشید. بفرمایید بنده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ ایران تماس میگیرم، حیات الله. خوش آمدید حیات الله جان، لطفاً صدای تلویزیون تو رو ببندید. سلامت باشید، زنده باشین. سلام گرم خود را برای شما و برای مولانا صاحب مجیب الرحمن تقدیم میکنم. و علیکم سلام و رحمت الله. همچنین برای همه کارگران تلویزیونی مثال حق، واقعا مثال حق. ان شاء الله هر لحظه که ما میبینیم باور بکنید انگار فقط ملائکه نمیبینیم روی صفحه تلویزیون، با خدا کیف میکنیم. نه که درباره مثلا رمضان ده هر لحظه هر چی که میگن باور بکنیم. من با خدا در عنوان یک افغان تعجب میکنم که یک مثل مولانا صاحب مجیب الرحمن بر نفر در افغانستان جای نمیشه، اما مثل سکسیفادانی آمریکایی اونجا جای میگیره. ما تاسف به خود بخیر تاسف میخورم در افغانستان. خدای پاک مولا صاحب مجیب الرحمن برای ما نگاه کنه، همچنین برای کل جهان، آمین، برای کل مسلمان ها. با خدا هر لحظه که میگریم برنامه تونه کیف میکنیم، با خدا لذت میبریم هر لحظه. تشکر. هر میکنه هر برنامه که برای ما دعا زیاد بکنیم ان شاء الله. از شما نیز التماس دعا داریم. عراق، سوریه، برای سوریه که زیاد دعا کنیم، برای مسلمانایی که همیشه روز شهادت مینوشن خوشحال به حالشان. تشکر از لطفتان بنده عزیز، تشکر از تماستان. خدا حافظ. خدا حافظ تان و ولی رحمان بهشون میبوسم. خدا حافظ. بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید بنده عزیز، بفرمایید خودم معرفی کنید. نام من قاری علم از سعودی هستم. بله خوش آمدید، بفرمایید. الحمدلله. ما خیلی صدای شما را میبینیم، ان شاء الله خوشحال هستیم ماشاءالله. که بس مو یک چیز پرسان میکنم درباره رمضان. بفرمایید. یعنی زکات در کدام وقت بتیم چیز زکات از طلا، از نقره و از مال چه رقم مثلا را روشنی منداختن؟ و زکات در کدام وقت میدادیم؟ میره وقتش هم برای ما در کدام وقت سال خوب است؟ درست است، منتظر پاسختان باشین ان شاء الله. جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان. تشکر. سلام. خدا حافظ. و علیکم السلام و رحمت الله. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشین. سلامت و زنده باشید بیننده عزیز، خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من از تهران تماس میگیرم. بعد یک سوال داشتم از مولای صاحب. بفرمایید. من سوال نهی بوده که من نمیتونم روزه بگیرم. چرا؟ اما کار سنگین روزه گرفته نمیتونم. این سوال من چه کار میشه؟ درست است، سوال تو نگرفتیم. ان شاء الله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان. خدا حافظ. خدا. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده از خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من خلیل هستم، از غلان گپ میزنم. برادر خلیل خوش آمدید، بفرمایید. راجع به می ساعت‌های ماه مبارک رمضان. بله بفرمایید. و این بسیار وقت طولانی تقریبا بیشتر از 18 ساعت است. و اکثر ممالک اسلامی که من نگاه میکنم در حدود 14 ساعت یا 15 ساعت. درست. کمتر یا بیشتر. درست. دیگه عید نمیفهم که کدام فتوای صادر میشه یا نه. 18 ساعت است روز. درست است، سوال تو نگرفتیم. 18 بیشتر از 18 ساعت. درست است، سوال تو نگرفتیم. جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری ان شاء الله پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان. ان شاء الله. خدا حافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده از خودم معرفی کنید. از آلمان زحمت میتم. نام صادق است. برادر صادق از آلمان خوش آمدید، بفرمایید. سلام به هر دو استادای محترم تقدیم میکنم. و علیکم سلام و رحمت الله. من خواستم از استاد سوال کنم که در ماه رمضان بسیاری از انسان هستند که روزه میگیرن ولی نماز نمیخوانند. و یا این که روزه میگیرن غیبت میکنن، روزه میگیرن مستقیما غیبت میکنن بالای برادرای خود و در صفوف مسجد نمیبینیشان که بیاین. امرای از اینا چی رقم حساب خواهد شد؟
درست است. سوالتان واضح است. سوالتان گرفتیم. ان شاء الله پاسخ خواهند گفت جناب مولانا. سلام علیکم. و علیکم السلام. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم و سلام خدمت استاد مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من سوالم این است که ما در آلمان زندگی میکنیم. بله. تقریبا وقتی که رمضان مبارک میاد شب فقط 4 ساعت است، یعنی از ساعت 10 شب که از آن شام میتافتاری شروع میشه تا ساعت 2 شب، یعنی در 4 ساعت آدم باید هم بخوره هم بخوابه و چیکار باید بکنه که به خاطر سحری و اینا، یعنی آدم باید بشینه نماز فرض نماز خوفتن ساعت 12 شب میشه. شما در افغانستان هستین؟ ما بله ما در آلمان هستیم. در آلمان هستین. درست است. سوالتون گرفتیم. شبتان 4 ساعت است. سوالتون این است که در 4 ساعت چه کار کنیم؟ خواب کنیم یا بخوریم یا نماز بخونیم؟ سوالتون گرفتم بیننده عزیز. تشکر از تماستان. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید بیننده عزیز. بفرمایید. من زمان الله هستم از ایران و با شما استاد بزرگوارم تماس میگیرم. خوش آمدید بیننده عزیز. بفرمایید. استاد بزرگوار، اما تو خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتان. تشکر از شما. زنده باشین. خواستم از مولوی مجیب الرحمن بسیار بسیار تشکر کنم. خیلی دوستشان داریم. کوشش کردم زیاد که این تماس بگیرم، ما تماس برقرار نشد. الحمدلله که وصل شد. تشکر از تماستان و تشکر از لطفتان. زنده باشین. دعا کنین به حق تمام مجاهدین اسلام بالخصوص محققان. ان شاء الله. از شما نیز التماس دعا داریم. خداحافظتان. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. سلامت و زنده باشید بیننده عزیز. خودم معرفی کنید. از کجا تماس میگیرید؟ من محمدم از آلمان. برادر محمد از آلمان. خوش آمدید. بفرمایید. سلامت باشید. بعد یک نفری که در ماه مبارک رمضان بله دارای زنا یعنی زنا کنه، مثلا باید چیکار کنه؟ البته الان یک چند سال توبه کرده، مثلا توبه کرده ولی خب باید کارهای دیگه هم داره که انجام بده یا نه؟ در روز رمضان طرف خودی در ماه مبارک رمضان بوده مرتکب زنا شده. در حالت روزه یا شب؟ نه در حالت خود روزه نداشته ولی طرف مقابلی روزه دار بوده، بعد در روز در وقت هنوز دیگه افطار نشده بوده. درست است. درست است. سوالتون حال دیگه هم که دارم من خانمم شیعه بوده، الان بزرگ از خدا این سنی شده، به خاطر همین من می‌خواستم بپرسم که الان سنی شده باید چه کار بکنه؟ چون ما یک عقد ما داخل حرم امام رضا به چیز انجام شده، یک عقد ما در زمان عقد کنی با ما خودم سنی هم باز ملای خودم به حساب این کار انجام شده. آیا باید دیگه دوباره عقد کنیم یا نه؟ دیگه باید چیکار کنیم؟ دوباره نه، 3 باره بگین. 2 بار خوش شده. 2 بار عقد شده. 2 بار شده. بار سوم پرسان میکنیم که شب یا خیر. تشکر. سوالتون گرفتیم. ان شاء الله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند داد. دیگه در زمان عقد کنی باز ملای خودمان به حساب این که انجام شده. بله فهمیده شد. سوالتون واضح است بنده عزیز. تشکر از شما. تشکر شما. خداحافظ. خداحافظ. خب سوال های خیلی داریم و وقت ما رو با پایان هست. اجازه میتین دیگه تماس بگیرم یا بس کنم؟ بس میکنیم. تشکر از تمام بیننده های عزیزی که تماس گرفتن و بیننده های عزیزی که پشت خط ماندین و وقت ما رو با پایان هست. نمیتونیم تماس هایتون رو وصل بکنیم. از شما معذرت میخوایم. بنابر ضیق وقت معذرت ما رو بپذیرید. بله خدمت شماست. تشکر. من از همه دوستانی که طلب دعا نمودن از الله سبحانه و تعالی میخوام که خداوند همه مشکلات این بینندگان و عزیزان و همه امت اسلامی رو حل کنه. دوست ما سوال نمودن که نیت روزه و نیت وقت افطار
خود لازم نیست که حتما در بعضی مناطق رسم و رواج هست که بعد از نماز تراویح نیت میکنن، نیت کردم که فردا روزه گیرم، روزه ماه مبارک رمضان، اکذا به زبان اینها. همین که رمضان داخل میشه، هر انسان مؤمن و مسلمان در قلبی و همینه که استطاعت و توانایی روزه گرفتن رو داشت روزه میگیره، نیت در قلب هست. در وقت افطار دعاهای زیاد آماده که وقت قبولیت دعای هر نوع دعایی که انسان بنمایه دعای مأثوره جایزه، ولی لحظه‌ای که افطار میکنه اللهم لك صمت و بك آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، هکذا آماده. و همچنین دوست دیگر ما پرسان کردن که ما در ایران یا در تهران آیا میتونیم به اذان خود مساجدی که در ایران هست یا بالاخره اذان ایرانی ها ما افطار کنیم؟ مسئله اذان یک مسئله آگاهی هست، یعنی مطمئن باشن که اگر به مو وقت غروب برابر هست افطار کنن اشکالی نداره. اما در شرایط امروزی سهل دوستا بیننده تلویزیون وصال حق و بعضی شبکه‌های دیگه از اهل سنت که هست، اینها همه ساله اذان به وقت تهران که غروب هست نشر میشه. دوست دیگر ما پرسان کردن که زکات به کدام وقت داده بشه؟ زکات مسئله که یک سال کامل از روی وقتی که گذشت، چی طلا باشه، چی نقره باشه، چی اموال و اجناس دیگری، مهم اینه که یک سال بگذره. یک سال که گذشت زکات داده میشه. اما بهترین فرصت رمضان هست، چون اجر و ثوابی بیشتره، ای که در دهه اول، وسط، آخر هر وقت که داده میشه. مسئله زکات رو گفتن در 20 مثقال نیم مثقال هست. در مسئله بحث خلاصه بحث پولی که هست، مسائل تجارت، از 100% یعنی 2.5% زکات داده میشه. مثلا واضح‌تر، مثلا 40,000 افغانی یا 40,000 تومان یا 40,000 ریال، از این چقدر هست؟ 1,000 هست. یعنی از 100,000 2,500. این قاعده کلی، چون وقت بیشتر اجازه نمیده که تشریح بدیم. و همچنین دوست دیگر ما گفتن من کارم سنگین هست، روزه گرفتن نمیتونم. من همیشه برای دوستا توصیه میکنم که ماه مبارک رمضان ماهیه که شما مثلا کار سنگینی دارید چون درآمد زیادی دارید، روزانه مثلا 1,000 افغانی درآمد دارید، کوشش کنید در کار شما سنگینه، کار روز کنید که در رمضان 500 افغانی درآمد داشته باشید، ولی روزه رمضان رو بگیرید. روزه رمضان اهم شیه. ولی اگر شما تکلیف جسمی دارید که قرآن هم اشاره میکنه، شما طاقت و توان روزه گرفتن ندارید، شما ایر افطار کنید، بخورید، بعد از رمضان صحتمند شدید ایر قضا بیاورید. اما یک عده مثلا در حالت شیخیت قرار دارن، یا یک شخصیه که اطباء گفتن تا روزی که تو زنده باشی صحتمند نمیشوید، برای این دو شخص، یعنی که مریضی از تا آخر عمر اطباء گفتن مریضی که دیگه جور نمیشه و یا ای که پیر هست، یعنی سن کهولت و اینها رسیده، ضعیف شده، این میتونه روزه رمضان رو وقتی میخوره فدیه بده. هر روزی نمو نیم من گندم هست که فدیه رواج افغانستان هم همو گندم و اینها هست. به هر حال این دلیل نمیشه که کارم سنگین هست و من روزه نمیگیرم، و روزه در روزه اهم شیء. درست. همچنین دوست دیگر ما پرسان کردن که روزهای در آلمان یا در مناطق دیگری که 18 ساعت و 20 ساعت و در اینها هست، ما چه کار باید بکنیم؟ قاعده کلی بین فقها هست اینه که هر منطقه‌ای که طلوع و غروب داشته باشه، ولو که 22 ساعت روزه باشه، 2 ساعت شبیه باشه، اونها باید روزه بگیرن، چون در یک فصلی هم میایه که 22 ساعت شب میشه و 2 ساعت روز میشه. پس در منطقه‌ای که طلوع و غروب بود، چی 18 ساعت بود، چی 15 ساعت باشه، چی 10 ساعت باشه، روزه باید گرفته بشه. اما میمونه مناطقی که یعنی طولی و مثلا 5 ماه 6 ماه شبه، 5 ماه 6 ماه روزه، اصلا طلوع و غروبی و معلوم نیست چقدر هست. اینها فقها به این نظرن، بین فقها اگرچه اختلاف، بعضی میگن که اون شهری که نزدیک از اونها طلوع و غروب داره به او حساب کنن، اما بهترتر و سهولتتر همینه که از مکه مکرمه وقت طلوع و غروب بگیرن، یعنی روزه اینا مثل روزه مکه مکرمه باشه و نماز اینا هم عین شکل. دوست دیگر ما پرسان کردن که بعضی انسان ها روزه میگیره ولی نماز نمیخونه یا غیبت میکنه. این که روزه میگیره اجر و ثواب روزی خور میگیره، و این که نماز نمیخونه ترک نماز گناه عظیم و بزرگیه. اما مسئله ما میگیم در روزه شکننده هست. مثلا شما در رمضان چیزی بخوریم بنوشیم، در این قسمت روزه میشکنه، روزه فاسد میکنه. از لحاظ معنوی هم
ما ظاهرا وقت اکل و شرب روزه میشکنه، از لحاظ باطینی و معنوی ما شکننده های روزه داریم. کیفیت روزه به هم میزنه چی؟ غیبت، تهمت، بهتان، افترا، دروغ. کسی که روزه میگیره اگر غیبت کرد، تهمت زد، بهتانی داشت و بالاخره کینه داشت، عداوت داشت، حسادت داشت، در حقیقت یعنی ظاهرا روزه داره اما باطنا و از لحاظ معنوی روزی از این شکسته. یعنی حتی در این قسمت عرفا و بزرگا و اولیای خدا مسئله بسیار مهم، مسئله غیبت میگن که روزه میشکنه. از ظاهر درست، ظاهرا روزه داره اما باطنا روزه به هم زده، کیفیت زور و همان ارزش روزه از بین میبره. و همچنین دوست دیگر ما سوال کردن کسی در رمضان زنا کرده، الله سبحانه و تعالی حالا این چه کار باید بکنه؟ اولا کسی که دوچار زنا شده، گناه کبیره شده و پیشگاه الله سبحانه و تعالی توبه کنه و در این راستا الله سبحانه و تعالی دروازه توبه از او بازه. بالکل. و من یغفر الذنوب الا الله. چی کسی گناه ها رو میامرزه؟ الله هست. دروازه الله سبحانه و تعالی از قلب و اعماق دل توبه کنه و در این راستا الله با او ستاری کرده و او قضیه با کسی نگه و در این جریان. اما اگر بخواه که کل حدود بر او جاری بشه، خب میتونه محکمه اسلامی باشه برای بالاخره در حضور قضیه. اما بهترتر همینه که وقتی خدا با او ستاری کرده او هم ستاری کنه و بالاخره ایر بپوشانه، فقط توبه و پیشگاه الله سبحانه و تعالی داشته باشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید قل، بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، شما که اسراف کردید در گناهی که هر نوع گناهی که انسان انجام داده الله میپذیره توبه کنه. توبه ازور الله سبحانه و تعالی قبول میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. انسان نباید از رحمت پروردگار ناامید بشه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله همه گناهان رو میامرزه، مشروط بر اینه، شرط بر اینه که انسان توبه خالصانه و مخلصانه داشته باشه. ان شاء الله به هفته آینده پیرامون رمضان، فضائل رمضان، برکات رمضان، رحمت پروردگار ان شاء الله ادامه برنامه خواهد بود که ببینیم که رحمت پروردگار چقدر وسیعه که انسان، یعنی بدبختی انسانه که به طرف پروردگار عالم انسان قدم نمیزنه و رحمت پروردگار عالم رو جستجو نمیکنه. ادامه سوال و جز دیگر سوال این بود که خانم من شیعه بوده و سنی شده، الان عقد کنیم یا نکنیم؟ نه، لازم نیست. عقدی بوده شده و بالاخره اشکالی نداره. ما بارها و بارها گفتم که شیعه‌ای که او توهین به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نداشته باشه و شیعه‌ای که معتقد بر این نباشه که قرآن تحریف شده، ما او نعوذ بالله ما کی حکم میکنیم که شیعه کافر هست؟ پس به هر حال وقتی چنین شیعه میایه سنی میشه، ما نمیگیم که احکامات سر از این تغییر کنه بیایم نکاح در این راستا. ما بارها و بارها گفتم که شیعه‌ای که محبت آل بیت رسول صلی الله علیه و سلم در دل داره و در حقیقت پیرو اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم است، او برادر ما هست. و ما به فرموده یکی از علما و بزرگان میگه که اگر محبت آل پیامبر انسان شیعه میکنه، او دنیا بدانن که من شیعه هستم. الله سبحانه تعالی محبت اهل بیت خور و محبت اصحاب خور و محبت همه اولیاء الله در قلب ما بیشتر و بیشتر داشته باشه. آمین. جزاکم الله خیرا. ما فقط 3 دقیقه وقت داریم، توصیه شما را در اخیر میخوایم بشنویم. دیگه توصیه ندارم برای همه امت اسلامی، فقط چون بحث ما بحث همکاری بود و همدردی بود، اینه که از همه بینندگان عزیز و گرامی، از خواهر و برادر، ماه مبارک رمضان گفتیم ماه همکاری هست، ماه سخاوت هست، ماه همدلی هست. پس همه ما از آن نعمتی که الله سبحانه و تعالی، نعمت قوت و قدرت و انرژی که الله سبحانه و تعالی در خدمت ما گذاشته، ما باید انفاق کنیم در راه الله سبحانه و تعالی. و همچنین در اخیر برای تجار افغانستان و برای سرمایه‌داران افغانستان، چون بحث ما پیرامون افغانستان هست، و برای مسئولینی که در افغانستان هستند، خدا برای شما اونهایی که سرمایه عظیم و بزرگ دارید در راه الله سبحانه و تعالی انفاق کنید. بروید در مناطق فقیر نشین در رمضان، برای اونها کمک کنید، برای اونها لباس و غذا و بالاخره آنچه که ضرورت دارن ببرید و بالاخره آنها را خوشحال بسازید، آنها را خوشحال بسازید. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده، برای مسئولین
افغانستان و برای تجار افغانستان و برای سرمایه‌داران افغانستان و برای اونهایی که خلاصه میتوانند به نوعی از انواع کمک و همکاری برای ملت فقیر و مستضعف و مظلوم افغانستان داشته باشند. همه ما، حتی برادران و خواهرانی که خارج از کشور هستند، از اونها من این درخواست دارم که الله سبحانه و تعالی اگر برای شما از نعمت سرمایه چیزی داده، حتما در رمضان فقرا و مستضعفین افغانستان، دارالایتام ها، مدارس طلاب و بالاخره اونهایی که مصروف درس و تعلیم و اینها هستند، فقرا و مستضعفین فراموش نکنید. و ماه رمضان ماه جود و سخاوت و همکاری و همدلی است. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده که صفت سخاوت در زندگی خود داشته باشیم. و همچنین باز هم جناب استاد رحیمی صاحب این میگم که همون کلیپر ما گفتم که پخش بشه، امیدوارم که برنامه که تمام میشه بم ادامه این برنامه پخش بشه که واقعا بسیار مسئله جالب هست که اغنیای ما ببینن که اغنیای ما چگونه فقرا زیر نظر دارن و فقرای ما ببینن که چگونه همت و بالاخره فقیر ما داره که دکاندار میگه پول نده، بازم او فقیر میگه نه من مفت نمیخوام چیزی. پس این همت غنی و همت فقیر هر دو قابل قدر. انشاءالله. البته معذرت میخوایم که بر وقت نتونستن که پخش بکنن چون میگن صداش مشکل داشته، اما وعده میکنن که بعد از ختم شدن برنامه که ما شما بریم فقط نشر میشه. بنده های عزیز منتظر کلیپ باشین. همه شما رو به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة